امیدوارم سه‌شنبه خوبی داشته باشید. میریم که یک بازی عالی رو با هم شروع کنیم. با توجه به بازیکنانی که امروز اومدن، شاهد بازی فوق‌العاده‌ای خواهیم بود. احترام به قوانین بازی و همچنین حفظ حقوق یکدیگر مهمترین مسائلی هست که در ابتدا تاکید میکنم. امروز روز معارفه است و همه یک دور بدون چالش صحبت میکنیم. سلام رفقا، 2 تا در بازی 2 تا گاد عزیز ارادت. یادم رفت چیز یکی حواسم نبود، ببخشید. تارگت نمیزنم، سردست بازی هستم. صحبت ها رو میشنوم، فردا برایم وارد صحبت های نفر بعد. خدا سلام و درود خدمت همه. امیدوارم بازی خوبی رو کنار هم داشته باشیم. شهرم تعامل شهری میخوام. شماره 1 به شما اتهام میزنم، به شماره 5 میزنم، به شماره 7 میزنم. صحبت ها رو گوش میکنم. دوباره میگم صحبت ها رو گوش کنید، تعامل میخوام. مرسی. بازیکن شماره 3. ادب خدمت دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهوره سیب را از باغچه همسایه دزدیدم. یکی برایندش برای فردا. به بازی شما هم گفتی شهروندی، با شما هم کار ندارم. بعد خودم دلی میخوام بزنم. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. عرض ادب خدمت همه دوستان، امیدوارم بازی خوبی بشه. دوها رو من حس شهری میگیرم، یکه رو نمیدونم، الان نمیتونم بهش اتهام بزنم تا فردا تارگتاشو بزنه. 3 بازی رو میزنم، 1 و 2 رو نمیزنم، 3 رو میزنم، یه دونه میزنم به 6 بازی موجی، یه دونه هم میزنم. مرسی. نفر بعد. عرض ادب خدمت دوستای گلم. ببین، من یه دونه مافیا قطعی بخوام معرفی کنم، 4 بازی. چرا؟ چون 3 هم با 1 تعامل کرده، هم برایند 1 رو خواسته، هم با 2 تعامل کرده، هم برایند 1 رو خواسته. پس 4 بازی رو من قطعی مافیای بازی دارم. به چرخت. بازیکن شماره 6. بخیر، امیدوارم یه بازی خوبی داشته باشیم. سیت 5 کاملا باهات موافقم. سیت 2 بازی با یکی که برایند میخواست تعامل نکرده، به عنوان یه مافیای اول زده. درسته. 3 بازی 2 بازی که شهروند بوده زده به یک بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. من که صحبت‌های شیشو متوجه نشدم دقیق، به خاطر همین یه تارگت به خاطر همین تارگت سفت و سخت میزنم بهش. از اون برم 3 و 4 5 1 2 تا مافیا در میاد دیگه. به چرخ فعلا هیچ چیزی نیومد که بخوایم بر اساس بازیکن شماره 8. آنان که الله یارشان به حمد قلوب الله کارشان. خوش آنان که به 7 بازی رای بدن که آگز چشم باز کردن با اون ور گذاشته. خوش آنان که 7 بازی رو بیرون انداختن. میاو. خوش آنان. بریم برای فردا ببینیم چه خبره. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. این طرف 4 به این مافیای دک میدونم. فکت 5 فکت خودم اینه که خودشون موظف دونست هم در مورد 1 اظهار نظر کنه، هم در مورد 2، هم در مورد 3. در مورد همه‌شون خواست یه حرفی بزنه. این طرف 7 بازی صحبت‌های 6 رو نشنیدی، میشنیدی هم هیچ چیزی نداره. سپاسگزارم. نفر بعد. که خورشید را آفرید، عشقم خورشید. سید احمد، هفته خوشمزه است، بخور نوش جونت پشت دستتون. هفته بازی اما عباس اون بالا میشینه، همه حواسش به همه چیه. این 4 شهره، بهش نزنید، این کلپسه. یکی شب میشه و شهر به خواب میره. زمان گروه مافیا از حالا شروع میشه. یه لحظه بچه‌ها نگاه کن.
به هیچ شما تو جنگ شهروندی دخالت نکنین ها. آره سعی کنین دیالوگاتون هم قشنگ باشه. دمتون گرم. روز میشه. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. ممنون میشم اگر بذاری یکی صحبت کنه بعد من صحبت کنم. خیلی دوست دارم شماره یک صحبتشو گوش کنم. آقای عباس، آقای شماره 10، شما الان هم 8 تا شهر داری هم 4، درسته؟ درسته؟ اما عباس صحبتای شما رو هم گوش میکنم. درسته؟ شماره 7 هم صحبتش گوش کنم. شماره 6 هم صحبتشو گوش کنم. ولی از همین بیشتر دوست دارم صحبتای یک رو گوش کنم. یک ببینم چه برآیندی اصلا الان آوردی. درسته؟ گوش میکنم. اگر اجازه بدی از شماره 10 چالشمو میگیرم. ممنون میشم. شماره 10 چالش رزرو الان برای من. مرسی. ما که برعکس شده، نمیدونم صدامو دارین یا نه. بعد صحبتم بازی باید برم برگردم. اگه صدامو دارین اوکیه. من فقط به خاطر اینکه در ترن شب دیسکانکت نشم و کیک نشم از بازی موندم، وگرنه یه تلفن مهم داشتم صبحش مجبور شدم جواب بدم دیگه. دیدین که دیسکانکت هم بودم. دو بازی شهروندی دیگه، اسم یکی رو نمیاری. شهروندم، قطعی شهروندم سر این دیگه. با 4 و 10 بازی هم موافقم. احساس میکنم 4 و 10 میتونن مافیا باشن. تو خودت داری هم 4 رو میزنی هم 10 رو میزنی. منم هم 4 مافیا دارم هم 10 مافیا دارم. پس جناب عالی دیگه مسیر به یک بازی نداری، مگر اینکه مافیایی باشی که دنبال لقمه آزارآماده باشی. مرسی. بازیکن شماره 10. شد چقدر تاثیرگذار بود. من خیلی از سه درآمد من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. دختر رضاخان مافیاتونه، این هفته مافیاتونه، اون سه هم مافیا. ببین جان سخت، اما عباس جایی بد نمیزنه. سه درآمد بلند شو هفته رو بخور، نترس. اما عباس اینجاست. تو نمیخوری من خودم بخورمش، یک کرم میخورمش، هیچ مشکلی ندارم. موزه خواستم، یک روز تعامل خواستم دیگه، چیز زیادی نمیخوام. 1 3 7 1 3 7 هر کدومو خواستید من گردن میگیرم. هیچ بازیکن شماره 3. شما دیروز هفته رو فقط میخواستی بخوری، شب شد صبح شد 3. این دیالوگت خیلی مشکوک بودا. بعد یکم هم صحبت چلن شدی خلقش کردی دیگه برای خودت. 1 3 7 هم عباس بازیت نمیکنه. خواستم الان یه فکت برای هفته‌ای که میخواستی بخوریش بیارم، ولی چون به کارت شهروندی من زدی به شما میگم مافیای بازی. چون این دیالوگت خیلی عجیب غریب بود. این دیالوگت خیلی عجیب غریب بود. خواستم فکت برای هفته بیارم پشت دستت بازی کنم، ولی چون به کارت شهروندی من زدی بهت میگم مافیای بازی. آره به چرخت فعلا. بعد خانم شماره 1 به چرخت هیچ. صحبت های بازیکن بعد. خانم شماره هیچی، شماره 3 یعنی چی که هیچی؟ کارتم شهروندی 3 بازی، من بعید میدونم کارت شهروندی باشه
یک بازی دو اصلا در رو نزد که گفت میخوام صداشو بشنوم. الان داری پا میشید با کارت دو بازی تو زدی 14 منم میزنم 14 دو گفت میخوام صدای 10 رو بشنوم. اصلا تارگتش نکرد خانم شماره یک. اگه من 4 دیروز ماف داشتم امروز صداشو نشنیدم ولی 4% بخونه شهروند اون وقت دیگه تو یک بازی میشه قطعی مافیا. تو اومدی داری با کارت دو بازی میخوای 4 بازی رو پوچ کنی. خب یک بازی شانس باشه که 4 بازی آره ازش مافیایی بگیرم وگرنه شما رو بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. بابا یه چالش به این هفته بدیم بگیر، هفته بازی چالش تو بگیر اگه میخوای بگیر. نمیگیری یه ناراحت شدی بهت برخورد. 1 و 2 رو 3 روز معارفه 3 بلند شده گفتی 1 و 2 برایندشون فردا به 4 میزنن، درسته؟ من بلند شدم گفتم 1 و 2 فردا 3 رو تارگت بک کردم. 5 و 6 بلند شدم پشت سرش گفتم فک ساختن که 4 بازی مافیاس. 9 هم تایید کرده. امروز هم میخواد با سید احمد بازی کنه. 9 7 رو بده بیرون. یک بازی ببین اگه شهری من الان اینجوری یه عدد مافیا دارم چون فکت مافیایی رود میشینه. 4 و 10 رو از کجا آوردی؟ 10 که برگشت بلند گفت یعنی اینقدر شو مافی تابلوه که بیاد یارش. بازیکن بعد. از 4 و 10 بازی دارم. چطوره دارید دل قلبه به هم میدید؟ خیلی دارید دل قلبه به هم میدید. 10 شهر باشه و نگیره رو تو سگ سیبیل. تو شهر باشی و دل قلبه بدی به 10 بازی. خیلی دارید با هم دیگه بازی میکنید. من دوست دارم هر دوتاتون بیاید بازپرسی. هر کدومتونم بره گله. گله. نمیدونم چرا احساس میکنم شما دوتا مافیا. هفته رو خب میدیم بیرون اما شما دوتا مافیا. سپاسگزارم. نفر بعد. خب سیت شماره 10 4 رو هنوز شهروند داری؟ یه لایک به من نشون بده. خب 4 دیگه کاری بات ندارم دیگه. بازی با فکت. ببین 4 یه دیالوگ مشکوک شب 1 داشته گفته 3 مافیای بازیه. چرا؟ چون مسیر تارگتی با 1 و 2 نداشته. درسته؟ 10 بلند شده با کارت 4 بازی در روز بلاین گفته 4 بازی سفید بازیه. تارگتشو گذاشته رو 3 بازی. درسته؟ 10 پس قطعی مافیای بازیه. حالا شیشه با من پشت من همون دیالوگو کرد ولی یه جا کلپس کرد. هفته بلند شد هم شیشه رو زد هم گفت 3 4 5 بازی. هفته هم مافیای بازی. من با این بازی میکنم. نگاه کن من با این بازی میشه. با این یکی هم بازی میشه. همین که دیسکارد. با این دوتا قطعی بازی. بازیکن شماره 6. عزیز شماره 7 بازی ای کاش میذاشتی امروز حرفای من تموم بشه بعد میگفتی حرفای شماره 6 نشنیدم. تا جایی که من خودم یادمه فقط برایند 2 در آوردم. درسته که گفت یک بازی برایندش برای فردا دوباره تارگتش کرده. 3 بازی از همین جور با کارت 2 بازی یکیشو زدی یکیشو نزدی. درسته؟ میرم به 4 بازی. 4 بازی اصلا من حرفی از شما زدم که شما میگین 5 و 6 بازی فک ساختن؟ نساختم دیگه. دکتر مسیر خیلی خوبی داره. میتونه از شماره 6 بازی 2 تا روینتن بسازه. 2 تا روینتن یکی داریم یکی دیگه هم 6 بازی. چطوره 4 بازی؟ خوبه؟ میزنم به یک بازی براینده خاصی نداشت الان به نظر من 2 بازی. از شما بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. ببین اصلا نمیخوام توضیح بدم سلامم. من عباس مافیا باشه میگیرمش رو هوا. اینجوری هم اینقدر شو نیستیم دوتایی مافیا باشیم کف دکم دیگه رو بخوایم کاور بکنیم. این فکتت نمیشینه. اونایی که بازی کردن میدونن. یه دست موزه میخوام این پنجره رو بکشی زیرش. بلند شده 3 تا سفید معرفی کرده نشسته سر جاش. یعنی گفته 4 سفید. ببین من که این 8 نیستم کسی سفید کنه. 5 بازی روز اول تارگت بزنه بعدم بیاد سفید کنه. یک دست من موزه بده این پنجره اگر نه. بازیکن شماره 7.
دو تا فکت اول برای 8 بیارم. 8 بازی به من میگه که تو فقط به 6 زدی، اون ور دک آدز چشم باز کردن گذاشتی، در حالی که من گفتم 3 و 4 و 5 بینشون یکی دو تا مافیا در میاد، چون داشتن به هم میزدن. این یه فکت که خودت هم دروغ گفتی، هم خودت هم آدز چشم باز کردن با اون ور گذاشتی. آقای شماره 8، اینم دو تا فکت. تو قطع مافیایی. فکت سوم میگی 10 و 4 مافیانا ولی 7 بره بیرون. آره شماره 8 ندارد دیگه. شماره 8 شماره 9 حالا من وقتم چیه؟ حالا شماره 9 میگه تو حرفای 6 رو نشنیدی. من حرفای 6 رو شنیدم، گفتم حرفاشو متوجه نشدم. برگشت گفت نمیدونم دو. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. گلم هفته عزیز، شما اومدید شیشه رو زدید، بعد 2 3 4 5 6 7 اینجوری زدید، یعنی میتونید از هر کسی عقب بکشید. منظور گذاشتن میدونی یعنی چی؟ یعنی میتونید از هر کدوم از اینا عقب بکشید. الان کدومشون مافیاته؟ ها؟ کدومشون مافیاته؟ یکیشونو بگو. چالش نگرفتن ها، یکیشونو بگو تا پاش جرت بده، یعنی پارت کنه. ها؟ پاشو چالش بگیر به من بگو تو. بچه‌ها عزیز، داداش گلم یه سوال ازت دارم، چرا این همه آدم تو فقط منتظر بودی جواب منو بدی؟ ها؟ چرا توضیح میدی برا من؟ بازیکن شماره 3 ببین شماره 4 بازی من گوشیم زنگ خورد، صحبت‌های 5 و 6 رو نشیدم. بعد هفته بازی، حالا به 4 به شما میرسم. هفته بازی 10 بازی خواستار مافیا گفت 1 3 و 7 بازی مافیان تو این دک. راجع به هفته ایش نظری نداشتی؟ اینو یه چیزی به هفته بعد میگفتی دیگه، یه دیالوگی بعد با هفته میکردی. بعد 4 بازی 10 هم تو این بازی 2 نفر سفید داره. شما به سفید کردن یکی دیگه داری گیر میدی، 10 هم 2 تا سفید داره تو این بازی. ذهنمو نچرخونید انقدر سم وارد بازی نکنید. به چرخت. نفر بعد. بازی شما خودت از همه تو این بازی مشکوک تری. شماره 3 بازی دیروز روز پا شدی دست زده به کارت شهروندی من، یه شهروند نمایی کردی، اول رسیدی به یک بازی که هیچی. یک بازی من منتظر چالش بگیر برایند بیاری وارد بازی، کلا ترنتو که نکس دادی، یه دونه 14 گفتی پشت 2 میزنم و اخطار دادی نشستی. مافیا خوب نیست اینجوری بازی کنه، مافیا خوب نیست. نمیدونم همه پا میشن تارگت میزنن، یه هفت تنگش هست، یا این یار فروختنیه یا شهروند داره پوچ میشه، دو حالت بیشتر نداره. خب من دو رو خیلی شهروند، از همه شهرتر 2 رو دارم. 8 و 4 احساس میکنم دعوای شما هم شهروندیه. 5 بازی تو رو درک نمیکنم. 10 میگی 4 رو سفید داری، خب 4 شهر 10 مافه. یعنی تو اعتقاد داری 5 بازی 10. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. ادامه حرفم 12 میگم متحد است. 10 بازی دیروز این همه آدم صحبت کرد، پا شدی گفتی 7 فقط. خب نخند، وقتم کم اومد نرسیدم به 10 توضیح بدم. بعد دوباره قبل اینکه 7 حرف بزنه دوباره چالش گرفتی شارژ کردی رو 7. خب این دوتا 1000 مافیایی بازی، این هم یه خورده چیز. این 3 تا چین منه، اول 8 بعد 10 بعدم 5. آره بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. هم 3 احمد گفتم قولشو داده بودم به این دوه. چینی که من میزنم بعد از من یه دونه زیارتگاه درست کنن، تو فقط 3 احمد بیای زیارت کنی. 7 3 7 بازی گفتم مافیاتونه. 7 رو گفتی میخوام بخورم، گفتم 3 احمد میخوری یا بخور، نمیخوری من میخورمش. بهت موزه دادم، درسته؟
هر کدوم از اینا رو میخوای بیار بالا. اما عباس شهر میشه مافیا باید جمع کنه. یک بازی دختر رضاخان به پدرت احترام قائلم ولی کارتت مافیاییه. 3 بازی کارتت مافیایی، 7 هم کارتش مافیایی. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. پس یه کاری میکنیم به نظر من واقعا الان خودم ترسیدم همه منو شهر بدن. پس میخوام از پزشک یه روز تحمل کنه دیگه، ضرر نمیکنه، درسته؟ یه روز تحمل کنه. من واقعا دیگه اینجا همه منو شهر گفتم ترسیدم، باور کنید ترسیدم. پس من شهر برای شما یه روز پزشک رو برای خودم میخوام، درسته؟ امروز شماره 10 و 7 شما مشکوکای بازی شماره 10 گفتی 10 کی 7 3 1 درسته؟ با تعامل میکنم ولی امروز دوست ندارم کسی بره بیرون. دوست دارم تو بازپرسی شما رو با شماره 7 ببینم. خوشحال میشم ببینمت. نبینم احمد میگه نبینم. احمد خود زمان رأی گیری دوستان آماده باشید. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. بازیکن شماره 7 میره به دفاعیه. فکت شهری من اینه که 1 و 9 بازی رأی میکشیدم اینا هم میومدن بالا. این کارو نکردم چون شماره 9 داره اشتباه میکنی، پشت دست 10 مافیا داری بازی میکنی. اشکال نداره حالا یه مهره سنگین شهر میره بیرون، ولی اینایی که رأی میدن و شما خودتون داشته باشین. 12 که سوخته، اصلا قطع مافیای بازیه. فقط 5 و 6 رو من نفهمیدم چرا. همین که نصف و نیمه به 5 تارگت داشتم، 6 بازی همین که روز میریم برای رأی گیری. با اکثریت آرا شماره 7 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. بلا خاک تو این سر این شهر که شماره 2 تو شهرش باشی. خاک بر سر این شهر. گند زدین رفت. میگم مهره سنگین شهرم میدید بیرون، رد خون بگیرید لااقل. شب میشه. تیم مافیا بیدار. نوهر شاتش کن، یادی نوهر کنم یا شات کن. 10 رو. بعد ببین یه تو رأی دادنت قوی، اصلا نترس، همون اولین نفر تو رأی بده. 2 رو شیادی کنم یا 10 رو. 10 رو شیادی کن، 9 رو شاتش کن. 9 شات.
تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان از حالا شروع میشه. روز میشه. بازیکن شماره 9 شب گذشته از بازی خارج شد. رأی گیری برای استعلام وضعیت. بازپرس 2 نفر را برای بازپرسی انتخاب کرده. آماده‌ای بازجویی باشید. بازیکنان شماره 1 و 3 میرن برای دفاعیه. دفاعی ندارم. شهری که هفته بازی که داره تو دفاعیش زجه شهروندی میزنه رو با 6 تا رأی میده بیرون، من هیچ دفاعی برای شهروندا ندارم. من مافیاییم که به 7 شهروند شما رأی ندادم. میخواین منم بدین بیرون بدین بیرون. شهروند قطعی این دکم. در مورد 3 هم نظری ندارم. نمیدونم شهر یا مافیاست. سپاسگزارم. نفر بعد. بازپرس بازی بهترین کمکی که میتونی به این شهر بکنی بازپرسی رو بهترین کمکی که میتونی. ببین شماره 10 بازی من اصلا با یکی هیچ دیالوگی نمیکنم، فقط با 10 دارم دیالوگ میکنم. هفته رو خوردی شد شهروند بازی، درسته؟ الان 1 و 3 هم اومدن بالا. رأی بکش زیر هر کدومشون دوست داری بخونن شهروند، فردا بخورنت. خوبه؟ من نمیدونم بازپرس بازی. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. مثلا من چه مسیری به 3 بازی داشتم؟ من اصلا اسم 3 رو آوردم، در مورد 3 صحبت کردم، 3 در مورد من صحبت کرد. ما اصلا مسیری با هم نداشتیم. حداقل منو با 10 می آوردی بالا، منو با 4 می آوردی بالا که بتونم بگم آقا من شهروندم، منو بده ساید مقابلم در بیاد، ساید مقابله بده ساید من در بیاد. الان من بگم 3 رو بده بیرون؟ نه، من 3 رو مافیا ندارم، شهرشم ندارم، نمیدونم. بازیکن شماره 3 توی سناریو بازپرس حداقل نفر مقابل من بالا دیگه. من اونجا با یکی میخواستم دیالوگ کنم، چون به 10 زد گفتم ولش کن. حداقل منو با 4 می آوردی بالا، با 10 می آوردی بالا. این فقط بهترین کمکی که میتونی بکنی بازپرسی رو لغو کنی. تموم شد رفت. بچرخه. بازجویی با نظر بازپرس به رأی گیری گذاشته می شود و شما حتما می بایست به یکی از بازیکنان رأی داده و قادر به رأی دادن به هر 2 نفر نیستید. بازیکن شماره 3 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. کلام آخر. چه اشتباه بزرگی کردید مجددا. بچرخه. آیه شماره 10 بازی. بازیکن شماره 3 عضو تیم مافیا بود و از بازی خارج شد. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. دیالوگ محسن خوب بود. 3 بازی حال کن، برو الان کار، الان یارات هم میفرستم پیشت. یکم خوشگل خوشمزه است. 3 از یکی خوشمزه نیست. بلند شو ببینم کی رو میخوای بگی. بلند شو.
یکی خوشمزه است، مافیای قطع نداره هنوز، هیچکی رو نداره، فقط بلند میشه یه دیالوگ میکنه میشینه سر جاش. یکه رو بدید بیرون. گفتم 1 3 7 هفته شهر خونده 3. محسن کی رو داری؟ من یکه رو دارم. بازیکن شماره 4. باز داداش هفته رفته بیرون، صد احمد گردنش گرفته شهر بوده. دیرو من گفتم 50 رو بدید بیرون، صد احمد دیسلایک داده، به من میگه چرا با من دیالوگ میکنی. 3 بلند شده تو بازپرسی میگه منو حداقل با 4 و 10 میآوردید بالا. گوش دادی؟ نه مسیرش به 5 خورد، نه به 8 بازی خورد، نه به 6 بازی. ببین سید احمد با 5 بازی و من با جفتشون مشکوکم، هم به سید احمد هم به 5 بازی. یه خود حواستو جمع کن داداش عباس، شهری حواستو جمع کن. یک بازی رو من امروز فعلا بهش رأی نمیدم تا ببینم مافیاش کیه. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بگم شهری که بیا تو دفاعیش بگه من شهر قوی بازی هستم، اصلا ما ندیمش بیرون خودش اتوماتیک میره بیرون. یعنی چیه بیا من نه حالا بهت بگم 2 بازی برای من سفیده، 3 گفته 4 و 10 بازی درسته، اینم 2 تا سفید، این 3 تا درسته. خودم هم خب کارت خودم رو دیدم درسته، این میشه 4 تا بازی در میاد بین 1 و 5 و 6 بازی درسته. حالا باید 6 بازی، من 6 رو دارم، باید 6 بازی دیالوگ کنه هر کدوم از شما 3 تا یکیتون شهره، اون یکی خودشو جدا کنه و بقیه رو بزنه. خب بعد منی. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. با شهرم تعامل قرار شد کنم دیگه. شماره 10 و شماره 8 رو دهم سفید کرده، 4 تا هنوز شهر درسته. عباس آقا شماره 10 هنوز 8 و 4 رو سفید داری درسته. رأی یکو من کشیدم، چرا ترسیدید شماره 5 و 6؟ چرا ترسیدید رأی بدید به شماره؟ مثلا منتظر چی بودی؟ درست، ولی یکم خب الان فکت میشینه، ولی کار ندارم. ببین چون یکم هیچ رأی نیورد، با یه مافیا اومده بالا، هیچ کس یعنی مافیا هم ترسید بهش رأی بده شو بشن. اشکال نداره، امروز 5 و 6 هر کدوم دوست داشتید بدید بیرون دیگه، منم تعامل میکنم دیگه. اینقدر تعامل پذیرم نه آقا، اینجوری تعامل میکنم. بازیکن بعد. هشت بازی من شهروندی بودم که گفتم سیو دکتر با من بخوابه، 2 تا روینتن بسازه نه یه دونه. اوکی الان چجوری 2 بازی شما بلند شدی سیو دکتر از رو من هم زدی برا خودت خواستی، 38 بازی چجوری 2 برات شهرونده؟ درسته؟ پس نمیتونی به من بگی مافیای بازی اینجای بازی. همون جوری که زیر 7 رای کشیدم زیر 3 هم رای کشیدم. فکت شماره 3 بازی روز بلاین بازی آوردم آقای 4 بازی. درسته؟ گفت به 2 بازی که یک برایندش رو گذاشته فردا ولی مافیاش داشته. پس نمیتونی اینجا به من بگی مافیای بازی 8 بازی. یا از من میکشی کنار یا امروز خودت شماره 8 بازی اجماع میشی میری بیرون. بازیکن شماره 10. میگم سید احمد تبر نزن، این شیشه شهره سمتش نرو. گرفتی لایکتو ببینم عباس. برو سراغ این دختر رضاخان با این 5 بازی نگاه دارم شهر اعلام میکنم، 2 شهر 8 شهر 6 شهر، اون مصیبت سکسی بیلم شهره. میبینم این 1 و 6. خب 1 و 6 هر کدوم دوست دارید بدید. ببین سید احمد پیرمرد با من بازی کن، 6 شهره سمتش نرو. 1 و 6 پیرمرد. بازیکن شماره 5. یا یه چالش بدم. میگم من باید تکلیفم با این هفته روشن میشد دیگه. من بلند شدم گفتم 4 مافیاس، 10 بلند شد گفت 4 شهرونده درسته. گفتم 10 مافیاس، 7 بلند شد هم منو هم با کسی که کاورش کردم 8 و هم با اون که دارم تارگتش میکنم چین کرد.
یه رأی با هم میکشیدم این هفته از بازی خارج میشه. تو دیالوگ های این دو نفر جفتشون دیالوگ کردن که چرا ما رو با تارگت هامون نیاوردی، مسیرشون به هم دیگه نمیخورد. پس هم یک هم سه من رأی کشیدم زیرش دیگه. بعد اون دوه دیالوگش چیه؟ دوه میگه نه اون یکه پس میتونه شهروند باشه، اون سه مافیای بازی باشه. دو هم مشکوکه بازی. بچرخ. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. بلم دو رأی اول رو کشیده زیر سه. اوکیه؟ بعد احساس میکنم داری دست و پا میزنی. بعد آخر شیشه شهر یا مافیاست پیر مرد دست و پا جلفتی. آقا کسی فهمید شیشه چیه آخرش؟ اگه شما پنجه رو بدید بیرون. نظر من، شما هم نظر بدید شاید عوض شد. احساس میکنم داره دست و پا میزنه. احساس میکنم شیشه قوی اومد بالا، پنجه داشت دست و پا میزنه. شیشه چیه عباس؟ شهر یا مافیا؟ بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. دو تا مافیا داریم دیگه، صدا درسته؟ یه مافیا بیرونه، دو تا مافیا ما تو بازی داریم. من فعلا ببین اصلا به تارگتی که من به سه زدم فکتشو 50 آورد، داشت منو پوچ میکرد. حالا هفته هم نتونست اون فکت شهر، ولی من هفته رو رأی ندادم چون میدونستم شهره داره پوچ مافیا. اون نوه قشنگ بازی میکرد، شاتم شد. پنج بازی دوست عزیز شما برو بیرون. سلامت من نمیدونم من چرا هر موقع شهر میشم تو کلپس میشی. اگرم شهر باشی مافیا میشم دیگه اینجا میشی بس پلیر. جدی میگم ها، چند دست الان چند روز ما رو داری به گاه میدی میره. یکی بازی صحبت کن اینم مافیات کیه. یه بالا. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. تو فکر کن من شهر کلپسم، تو فکر کن من یار سوم مافیام، تو یه دونه مافیا پیدا کن دست بذار روش، من رأی میدم. آره نظرت اینجوری دارم با تعامل میکنم. میگه 5 مافیاس رأی میدم، میگی 6 مافیاس رأی میدم. آره ولی منو گره نکنین تو بازی، گره هم نکنین. حوصله ندارم چاینتون شم هی بالا هی پایین، حوصله ندارم. منو مافیا دارین رأی بدین برم بیرون، ندارین با دستتون رأی میدم، هر مافیایی که داشتین بره بیرون، تموم شد و رفت. اینجوری دارم دیالوگ، مافیام ندارم، تموم شد. در بازی بنده مافیا ندارم. آره اینقدر. ممنونم. نفر بعد. من شماره 5 میخواد توضیح بده، چالش هم دادم به شما. یعنی اینجوریه، یعنی سعی میکنم عدالت اجرا کنم. درسته؟ شماره 1 شما همراه من شهر با 3 مافیا رأی دادیم به 9. یار ترسید به یارت میگفت حداقل رأی میده. شما 9 به خاطر این رأی دادم که به 7 میگفت مافیا ولی خوش به 7 رأی نداد بیاد بالا. ولی شما دوتا رو رأی داد، هم به شما رأی داد هم به شما رسید. درسته؟ خب من اسید احمدم میگم شاد، چون من تبر داشتم 2 نفر شهر رو میوردم بالا، گفتم 7 و 10 یا تنها کسی که مخالف بود سید احمد بازی. درسته؟ میتونید استفاده کنید. پس سید احمد شهر، من خودم قطعا شهر، شما میگید 4 شهر، ما هم میگیم شهر، در رو که دیگه نمیاد اینجا یار فروشی کنه، میگیم شهر. درسته؟ بعد چینش بین شماست دیگه. شما با 3 اومدید، میگم ما 3 تا رأی دادیم به شماره 9 شهر. من به 9 عذرخواهی بکنم. من خدا گفت من شهر، من بهش رأی دادم. بازیکن شماره 6. بازی به 5 بازی رأی میدی؟ خب 5 و 1 با هم جفتشون رو بیاریم بالا. چجوری مگه میشه تا الان مافیا نداشته باشی؟ تارگت از روز بلاین بازی کی بودن؟ مگه داریم همچین چیزی؟ 2 روز بلاین مافیا نداری؟ 1 و 5 جفتشون با هم میان بالا. من شهروندم، کسی بودم که سیو دکتر رو برای خودم خواستم روی تن دوم بسازه بمونم داخل شهر بازی. آقای 8 بازی 8 بازی یه صورت داره فقط. خودت میدونی من وقتی شهروند میشم مثل دیشب بازی چجوری بازی میکنم. بازیکن شماره 1. خب بگم مافیش بازی تویی که 2 روزه میگی سیو دکتر هیچ برایندی وارد نمیکنی، براینده دیگه که شهرونده. بگم تو مافیایی، بگم 10 بازی تو مافیایی که 7 شهروندو قورت دادی، بگم 4 بازی تو که داری پشت دست بازی میکنی مافیایی، بگم 5 بازی تو که 1 و 2 رو با هم چین میکنی، 2 مسیرش به تو نمیخوره، منو مافیا داره، مافیاست.
همتون فکت مافیایی دارین، کدومتون رو بزنم؟ کدومتون رو مافیا کنم؟ یه نفر پیدا نکردم درست حسابی بازی کنه. یه نفر. بیا. پنجه میگه 1 و 2 چینن، 2 پا میشه میگه 1 مافیاس، مسیرش به 5 نمیخوره، در مورد 5 هم حرف نمیزنه. 5 یار منه، 2 بازی هم بخرش دیگه، دارم میفروشم، بخر. صحبت‌های نفر بعد. داداش من باید بازم به تو تارگت بزنم. اون هفته ذهنیت منو بسته، من دارم به تو تارگت میزنم، مشکوک بازی بودی، زدی به 4 بازی، گفتی شهروند بازی 4 من شب 1 بلند شدم گفتم سفیده برام سه. درسته؟ وقتی میبینم 1 و 3 اومده بالا نمیتونم با تو بازی نکنم. ببین امروز 1 از بازی خارج میشه، میخونه 2 تا مافیا. فردا یه روز منو بده سردست بیرون. اوکی، مشکلی ندارم که. در بازی دارم با دیالوگ میکنم دیگه. رأی گیری شروع میشه. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. با رأی اکثریت بازیکن شماره 5 در دفاعی حاضر میشه. واقعا این بازی بهم حال نداد. میدونی چرا؟ تا چه حدی؟ یعنی عباس نمیذارم این بازی نباید ببره. بکشین فردا، بکشین زیر در بازی بره بیرون. انقدر مسخره بازی میکنی، بلند میشم 4 رو دارم میخورمش، بلند میشی کاورش میکنی. چه مدل بازی عباس؟ رأی گیری شروع میشه. بازیکن شماره 5 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. یعنی هر چی دارم بهت میگم تو شب اینجوری بازی نکن. این مدل بهت میگم تو جنگ شهروندی دخالت نکن. نمیذارم تو هم ببری. من باختم، تو هم نمیذارم ببری. فردا در بازی بدیم، بازی تموم میشه. شب میشه. زمان گروه مافیا. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان.
روز میشه. میتونید برای استعلام وضعیت رأی بدید. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنند و امکان دادن چالش نیز هست. 1 و 8 بازی بلند شو یکیتون شل بکنی بیاد پایین. جدی دارم میگم ها. حالا حرف سید احمد، هر کدومتون زرنگ‌ترین بلند شین اون یکی رو گردن بگیرین. والا چالشو دادم دیگه. بچه بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. سالت خوبی داری. ببین عباس یه چیزی بهت بگم، تو برای من شهری تا آخرم شهری، ولی یه چیزی میخوام بگم بگیر مطلبو. شهری من از همه‌تون بیشتره. روز اول 7 شهروند رو میخواستم نگه دارم، گفتم 50 رو به من موضع بدید بکنید بیرون. لایک بده عباس. اگر نبودم سید احمدی تو بازی بود، اگر بودم که موظفی به من دست بدی عباس، حالا با هر کدومتون که بودم. یعنی من تو کیاس موندم، سید احمدم موظفید به من دست بدید. فکتشو دارم میارم. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. باز داره مافیا میده بیرون، بعد تو میگی موظفی به تو دست بدن. تو چقدر خوبی. میخواستم یه چیزی بگم. بازپرس بازی پاشو گردن بگیر. پاشو 10 بازی رو گردن بگیر، ببینیم دیالوگ 5 بازی راسته یا نه. گرفتید چی بهتون میگم یا نه؟ یا زدید خودتون رو با اون ور؟ یه همه کوب کردن، سکته نکنی، یه علائمی از خودتون نشون بدید. اگه 5 دروغ گفته باشه، من مافیام کسی دیگه یه. پاشی بازپرس بازی پاش 10 رو گردن بگیره. بازیکن شماره 1 ما رو دور سرتون میچرخونین. دیروز بازی 5 میخواست یکو بخوره. وقتی 2 تا یار داره توی شهر، چرا باید پاشه یار بعدیشو بخوره؟ چرا باید پاشه یار بعدیشو بخوره؟ نگهش میداره، روش هم میزنه. مسیر 5 فقط یک بازی بود. اونجایی که اومد تو دفاعی شو شد گفت 10 مافیاست. خب من الان میشم مافیا، من میگم 10 رو بدین بیرون، بازی تموم نشد، من هستم دیگه. تعدادم زیاده، میتونیم باز بدیم بیرون، مسئله نیست. آره 10 بازی شما امروز برو. اصلا گناهت تو جرمت سنگینه. 7 شهروند مهر سنگین. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. به من یکه رو بده بیرون، بازی تمومه. پیرمرد محسن شهر این کلپس، پیرمرد نترس، یکه رو بدید بازی تمومه. پیرمرد دست خودش نیست، اینم خدا اینجوری آفریده. یه آدرس بذارید تو جیبش گم میشه، ولش کن. سدم دختر رضاخان، اما عباس دیدی؟ خودت شل کن دیگه. خب بلند یکه رو بدید بیرون، بازی تمومه. الان واسه من شزن شده، بلند شده میگه 10 رو بدید بیرون. باشه الان خودتو میدن بیرون، فردا منو بدن. خوبه سدم کلپس. بازیکن شماره 2 من که بازی شما رو نمیشناسم، ولی حداقل شما با عباس آقا شماره 10 بازی کردید. ما این افتخار نصیبمون یه دونه شد. یعنی شما میگید یار فروش کسی که اصلا جزء اتهامات هیچ کس نبود، بلند شد گفت 3 رو برای ما نمایان کرد. بعد شماره 5 مثلا میخواد بر رو گره کنه با این شکل. من قبول نمیکنم، میگه نمیذارم تو هم ببری. خوبه تو میبری. امروز یکی بره بیرون. جرم شماره 10 چیه که 3 رو داده رای داده بیرون، شماره 5 رو آورده بالا گفته مافیاست. جرم شما حداقل بیشتره. به منم میگفتی مافیا بیشتر قبول میکردم که من 9 رو خواستم بیرون. بعد یار نوع بازی رای میداد. حالا درسته من رای دادم، باید رای میداد.
باید حداقل 2 نفر رو رای می‌آوردیم. بازیکن شماره 1. میخوام یه کاری کنم بازی واسهتون هیجانش زیادتر شه. در بازی یکی بازی رفت بیرون، بازی تموم نشد، چی داری واسه گفتن دوست عزیز؟ چی داری؟ دوستم قیافت رو ببینم. گاده بازی لطفاً منو کیک کن. به چرخه. بازیکن بعد. ببین دارم بهتون میگم، خواستیدم دست بدید سکسیری به این شیشه دست بده، به این 8 هم دست بده. شما 3 تا شهرید، 2 پشت، اگه اون نباشه 2 پشت دست ما داشت بازی میکرد. خب دارم دیالوگ میکنم، به همدیگه 4 6 به هم دست بدید. ولی من میگم اون دختر رضاخان فشاری شد. من نظرم اینا ها، من میگم فشاری شدش. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. شد دیگه شماره 10 دیگه. و اگر به یار فروشی هم میخوای ببرین ببر. خب من دارم به شما میگم شهر. شما 2 نفر رو روز اول گفتی شهر، الان شدی همه شدن شهر. خب بس مطمئنا اشتباه بازی کردی، چون 7 شهر رو شما گردن گرفتی. واقعا نمیخواستم رای بدم، ولی باید سایت مشخص میشه. درسته؟ نمیدونم. من خودم بین شماره 8 سید احمد چرا به شماره 5 رای ندادی؟ چرا رای خروج من اولین نفری بودم که بازم برای 5 بازی رای خروج اول من کشیدم. دارم بهتون تذکرم دادم. رای 1 من کشیدم زیر 3 بازی، اولین رای زیر 5 اولین نفر من کشیدم. درسته؟ شماره 6 شما همراه 5 به 1 رای دادید. ناکن من کار ندارم، ولی نمیدونم واقعا اینجای بازی من یکم هنگ کردم. درسته؟ ببین آفان من میگم شماره 10. بازیکن شماره 4. نمیده فدات شم. الان بیا 2 نفر چالش میخوام، ما هم باید صحبتاشون رو بشنویم. چالش هم ندارم قربون شکل چالش بده. چرا حالا اینقدر فرو ریختی؟ اتفاقی نیفتاده که به کی بدم؟ بدم به تو. تو بازی میخوره تو هم، ولی اگر مافیا باشی خیلی یار فروشی، خیلی یار فروشی ها. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب، خیلی تو دیگه یار فروشی اگر مافیا باشی. منم موافقم دوباره بدید بیرون، ذهن منم مشغول کرد دیگه. پنج جمع نشد. خب بین دوره که جای دیگه تارگت نمیتونست بزنه. آخه این من نمیدونم. صدام بیا ببین چی میگی. بازیکن بعد. یه گلم یک عزیز میذاشتی نمیذاشتم بدنت بیرون، یکم آروم میگرفتی. این حرکت چیز نه. من میخوام گفتم مافیام کسی دیگه یه مافیام 2 بود، برای اینکه روز قبلی میخواست 1 رو بده بیرون نه 5. وقتی شما رأی دادید طرف میره بیرون، من چرا رأی بدم؟ مثلا خیلی دیگه چیز میشه. محسن چه اتفاقی میفته داداش گلم؟ تو برو بیرون، بقیه با هم دیگه چرا نه؟ محسن رو بدید بیرون، برو بیرون فعلا، برو بیرون فعلا. رأی گیری شروع میشه. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد.
بازیکن بعد. بازیکن بعد. شماره های 2 و 8 و 10 در دفاعی حاضر میشن. سفید دیگه سلامت، من گفتم حداقل شک دارم. تو دیگه وقتی منو مافیا قطعی داری چرا دیگه رای دادی به شما بازی؟ درسته شما به 5 بازی رای ندادی. من حداقل سیدم تو از همه اینا بیشتر با آمادی. مطمئن باش کسی بازی نمیکنه. بخوام برای خودم پزشک بخوام رای بکشم زیر کسی که دو تا رای اول من دادم به دو تا مافیا که بخوام چیکار کنم اینجا. درسته؟ امروز سیدم تو برو بیرون. من حداقل همتون شهر داشت. اینجا بازی نمیشه فقط من مافیا باشم. درسته؟ قطعا شهرم دارم، به شهرم دارم تذکر میدم. اصلا به من اصلا شک نکنید به من. بازیکن شماره 8. جان ساخت داداش گلم، اگه شهری خب شهرم هستی مثال داره میزنیم، شل کن برو بیرون. خب میدونی چرا بهت میگم؟ شیش بازی لقمه فرداشو چیده. تو برو بیرون، من کار دارم. تو برو بیرون، کاریت نباشه، من شهر هزار این بازی هم. تو برو بیرون. رأی دادم ده که رأی نه 2 نفر باید رأی نمیتونیم بدیم داداش گلم، من نمیتونم رأی بدم، برای همین شیشه بازی لقمه فرداشو چیده، حواستون بهش باشه. ممنونم. نفر بعد. تموم نمیدونم، من حالا هر کاری میخواید کنید بکن، ولی من میگی مگه نمیگی شیشه لقمشو چیده؟ خب نمیدونم، میخواید رأی ندید باز خودتون میدونید، باز میخواید رأی بدید، میخواید رأی ندید، میخواید هر جور خودتون میدونید. میخواید منو بدید بیرون بدید، مشکلی هم ندارم. هر کاری دوست دارید بکنید. دوستان دوها رو میخواید بدید بیرون رأی بکشید، رأی میکشم زیرش. میریم برای رای گیری. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار. تیم مافیا بخوابه. تیم شهروندان بیدار. یک روز دیگه شروع میشه. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنند و امکان دادن چالش نیز هست. سیدم
اصلا با خروج منه که خود میگی شهرم چی میخواد در بیاد؟ درسته؟ بازم من ترسیدم رای بدم. شماره 4 اجازه میدید شما به نظر من اگر میخواید فرقی داشته باشید، اگر واقعا شکی است نمیدونم، واقعا بین 5 و 10، بین 4 و 10 مونده. صحبت رو گوش میکنم، بازم داده ای ندارم، واقعا همینجا. بازیکن شماره 8. چرا اینقدر ترسو بازی میکنی؟ اصلا دعا رو بده بره ببینم چه اتفاقی میفته، بعد میرم شیشه رو بده، بعد میریم دوه. شیشه رو بده بره، شیشه رو بده بره، شیشه رو بده بره. بیا دیسلایک میده. اب منو بده برم، با خودتون هر کاری دوست دارید بکنید. من اعصاب این بازی رو دیگه ندارم. منو بده بره، منو بده بره، منو بده بره. من میدونم دارم چه کار میکنم، نمیذارید. اگه میخواید با من بازی کنید شیشه رو بدید، بعد میریم دوه. نگاه کن اینا دوتا هن، هر چی هستن اینا دوتا هن. هر چی هستن اینا دوتا هن. ترسو نباش عباس. بازیکن شماره 4. الان دو بازی بلند شده میگه شیشه رو بده، تو دیسلایکت برای چیه؟ من نمیدونم، نمیفهمم. شیشه گفته 5-1 بیام بالا، 5 که مافیای بازی بوده گفته تو 2-1 مافیاست. 8 بازی هم که اصلا یکه رو نیاورده بالا، یکی شهر رو گذاشته پایین، 5 آورده بالا، 8 بیشتر شهره. ده هم که من میگم شهر، دو بازی مسخره بازی در آوردی بالا، میشه میگه بین 4 و 10. داداش اونی که شهره میدونه من شهرم، اینقدر چیز نکن، الکی به من نزن، به دهه نزن. دارم باید دیالوگ میکنم دیگه. برو سراغ 8 و 6 تو اونا مافیات پیدا کن. الان دیسلایکت برای چیه؟ نمیفهمم. شیشه واسه چی نره بیرون دو بازی؟ ولی همینو بلندشو توضیح بده، همینو توضیح. نفر بعد. دوست عزیز چهار بازی، با دست من رای میدی 8 بازی بره بیرون؟ میگه شیشه لقمه فرداش چیده. خیلی خوب چیده بودن لقمه فردا، درسته؟ خودش میدونه. دو بازی دیسلایک داره، قبول داشتم، برای چی من نرم بیرون؟ ولی من میدونم خودم شهروند صدم. یعنی واقعا شما دیالوگای 10 بازی رو قبول ندارین. یه دلیلی داشته که 10 و 2 بازی میگن شیشه نره بیرون. 8 بازی از شما بعیده، پلیری، درسته؟ من میگم وقتی شهروند بشم دیگه دیوونه میشم. چرا رأی نمیدین بره بیرون آقای 4 بازی 10 بازی؟ مگه 2 و 8 صحبت‌های بازیکن بعد. پیر من چی بهتون بگم؟ 10 و 4 سفیدای بازی، خودم هم سفید. بازی بین 6 و 2 بازی. هر دوتا هم موافقن که یکیشون بیرون نره. آقا به کیاس به من دست ندی. بابا شما دیگه کی هستی؟ اعصاب آدم خراب. خب 6 بازی دیروز قرار بوده 2 بره بیرون، تو چرا به من رأی دادی؟ تو چرا به من رأی دادی؟ ها؟ بهم بگو ببینم. بیا بالا بگو چرا به من رأی دادی. فکت منو بیار که به من رأی دادی. نمیذارید بازی آقا باختیم هم که باختیم، فدا سرم. تمومش کنیم بریم دست بعدی. اعصاب آدم خراب میکنیم، مثل ترسوها بازی میکنیم. بازیکن شماره 4. آقا مشتبه راست میگه دیگه. ببین بد بازی میکنی. دیرو قرار بوده 2 بره، تو الان رای زیر سلامت چی کار میکنی؟ بعد الان میگی 10 و 2 میدونن من شهرم. 10 و 2 چجوری میدونن تو شهری؟ نمیفهمم. اصلا یه چیزی میگی، یه فکت علکی چرت و پرت. 10 و 2 میدونن من شهرم. نمیدونم، های شهری داری دیالوگای بد میگی دیگه داداش، چرا فکت میسازی برای خودت؟ اصلا بازی تو نمیفهمم. آقا بکشید 2 فعلا بره. صحبت‌های بازیکن بعد. هرس نخور، موهای سفید سیاه میشه. گوش کن ببین چی میگم. نگاه کن، شیشه به خاطر اینکه سید احمد برگشته میگه لقمه تو چیدی سر اون رو سید احمد، درسته؟
2 رو بدید بیرون. چی سید احمد 6 رو بدیم بیرون؟ کی رو من برم بیرون؟ من برم بیرون؟ آقا منو بدید بیرون. دیگه چی بگم؟ خب چیکار کنم؟ کی بره بیرون؟ محسن سکسیبیل بره بیرون؟ کی؟ 2 بابا لای 6 آقا 6 رو بدید بره. پیرمرد دندوناش الان در میاد، موهاش سیاه میشه، من هرس بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. تنها کسی که دیروز بازی بلند شد گفت 1-8 بازی بیان بالا کی بوده؟ شما حاضر خروج 2 بازی بودین، چرا بهش رأی ندادین؟ مگه شما دور مافیا نداشتین، چرا بهش رأی ندادین بره بیرون ساید در بیاد؟ آقای 8 عزیز، وقتی میگم 6 بازی شهرونده. آقای 4 بازی 3 روز میگم دکتر میتونه از 6 بازی 2 تا رویینتن در بیاره، چرا دیالوگای 6 بازی رو قبول نداری به عنوان شهروند بازی؟ 82 میریم برای رأی گیری. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکنان شماره 6 و 8 میرن برای دفاعیه. 4 بازی 2 بازی 10 بازی یه مسی داریم فقط 8 بازی 2 بازی فقط میتونی به عنوان مافیای بازی به من رأی بدی، همین. هرچند من که تو رو مافیا دارم، درسته 8 بازی چرا به 5 بازی رأی نداد؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله چون 5 تا رأی آورد دیگه رأی شما به در نمیخوره، نه؟ من دیالوگ میکنم میگم یک بازی به 5 بازی رأی میدی به عنوان مافیای بازی. 2 تا مافیا تو بیرونه، داخل یکی که دیگه بفروشی بعد بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. همه مرد امکان نداره. اینا دوتا باید چیز کنن، باید التماس 10 رو بکنن. تو میگی به 10 دست نزن. اگه من نبودم به 2 دست ندید. 10 بازی خودت هم خود سکسیویل رو سفید کردی. اگه من نبودم به 2 دست ندید. همین. شیشه رو بدید بره. شیشه رو بدید بره. همین. نترسید، از هیچی نترسید. هول کرده دیگه تموم، داره زور میزنه، زورای آخرشو داره میزنه. رأی گیری شروع میشه. با اکثریت آرا شماره 6 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. بازی هر کدومشون موندن تو بازی دست ندین. این بازی هم در اینجا به پایان رسید.